امروز اومدیم یه جای هنری با رادین. درود فراوان به همه همراهان کانال بهانه‌آرای. امروز میخوایم ببریمتون یه جای هنری از مجموعه ولاگ‌های شیراز. کجا بریم؟ امروز به همراه پسرم رادین اومدیم. کجا میخوایم بریم رادین؟ کوچه گالری. با ما همراه باشید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ممنون میشم. از این مسیر میریم برسیم به کوچه گالری. کوچه گالری. اینجا گذرگاه بوده، خلوت الان هست و جا سوخته فکر کنم. البته شهرداری اینجا رو چیز کرده، سنگ فرش کرده. آره. بریم ببینیم به کجا میرسیم. ولی خونه ها همون بافت قدیم رو داره. خب ما همچنان کوچه پس کوچه های قدیمی شیراز. راد این کوچه چی بود؟ کومو سلطنه. کومو سلطنه. اینجا هم بافت قدیمی داره. حتی ستونش هم چوبیه. آره ستونه برق. اینم موزه فرش فارس. البته درش بسته است. بریم ببینیم چه گالری رو پیدا میکنیم. میشد 5 میشد چیدی
رسیدیم بهش. خب رابین، این هم از کوچه گالری. خب نقاشی‌های جالب رو می‌بینید. کار آقای عادل یزدی، هنرمند و مجسمه‌ساز شیرازی. اینجا هم کوچه شمشیرگرا اینجا هست. اینجا نوشته برای خواندن داستان نقاشی اسکن کنید. هر کدوم از این نقاشی‌ها یه داستان داره. اینجا هم اقامتگاه شربتخانه صوبشون. این نقاشی چیز خیلی رادین جالبه. آره نقاشی این دیوار، این عروسی درخت نارنج هست. این دیوار قرار تخریب بشه و بشه یک مغازه. متاسفم. اونجا هم که اقامتگاه سنتی ترنجستانه. یارم تعطیل. چقدر این کوچه ها باریک و جالبه. چه سایه خوبی هم اینجا هست. اینجا رو ببینید. به زودی در این محل فهمی نصب می‌گردن. این دیوار رو رادین قصهش اینجوریه که هر کدوم از این نقاشی‌ها مربوط به یکی از اهالی این کوچه است. اینجا هم سرجان نقاش نیمه دلبر خودشونه کشیدن و پژمان بخت باکن دختر محل نزار، دخترو دوستش کشف الاسرار. این کشف الاسرار گفته ایشالله آدم میشه. جالبی نداریم. آره بریم تا آخر کوچه هم برشون فیلم بگیریم. بده ما برو وایستا دیگه. خود دیگه اینجوری میگیرم. برو دیگه. این نقاشی جدید اثر این کوچه است. برو وایستا دیگه. کاری به اون نداره. فکر خوبی بود در واقع رو بدم. این قسمت هم جالبه. رادین اینجا آینه کاری شده. خب صورتکار رو می‌بینیم. اینجا
سومین اثر ثبت ملی هم هست تو ایران. بیانگاه البته مجسمه. سومین کوچه گالری ثبت ملی هست. اثر آقای عادل یزدی. اینجا هم خونه شون هست از سال 95. تو این کوچه ساکن شده. جزئیات رو میبینید. من اینو ببرم تو مقیاس بزرگتر متوجه میشید چقدر ضعیف. هر کوچه کمتر از 1 متره. اینجا هم کارخونه. این خیلی قشنگه. این جدیدترین اثر آقای عادل یزدیه. واقعا هم انگار خیلی نوعه. تمیز. اسمشون آره اسمشون هم توشه هر نقاشی هست. هر کدوم از اینا یه داستان داره و ای کاش که خودشون هم بودن ما یه مصاحبه باشون داشتیم. خب بریم توی این شربت خونه. فضای سنتی داره. یه جا بشین. این فالوده شیرازیه و این هم شربت بهار نارنجیه که با تخم شربتیه. جاتون خالی. این بوده از کوچه گالری. ممنون که تا اینجای ویدیو رو دیدید. برای ولاگ های بیشتر چنل ما رو سابسکرایب کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد از ما حمایت کنید و دکمه لایک رو بزنید. خدا نگهدار.